تا حالا قبض برقت رو دیدی و با خودت گفتی مگه نیروگاه زدم؟ این سوالی است که ذهن خیلی از ما را درگیر کرده است. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که چرا قبض برق ما اینقدر بالاست و چه وسایلی در خانه ما بیشترین مصرف برق رو دارند. با ما همراه باشید تا 5 وسیله پرمصرف را شناسایی کنیم. بعضی از وسایل خونه واقعاً برق‌خوار حرفه‌ای هستند و حتی وقتی خاموشن بازم برق می‌کشن. این پدیده که به مصرف برق در حالت آماده به کار یا مصرف پنهان معروف است، میتونه به طور قابل توجهی به قبض برق شما اضافه کنه. این وسایل به ظاهر بی‌ضرر، در واقع قاتلان خاموش جیب شما هستند. یخچال فریزر، کولر گازی و بخاری برقی از پرمصرف‌ترین ها هستند که بی سر و صدا قبض برق تو نابود میکنن. یخچال فریزر به دلیل اینکه 24 ساعت روشنه، یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق در خانه محسوب میشه. کولر گازی و بخاری برقی نیز به دلیل استفاده از کمپرسور و المانت‌های حرارتی مصرف بسیار بالایی دارند و میتونن به سرعت هزینه‌های برق شما را افزایش بدن. ماشین لباسشویی و ظرفشویی به خصوص وقتی آب رو گرم میکنن و خشک کن لباس هم مصرف بالایی داره. گرم کردن آب نیاز به انرژی زیادی داره و این وسایل برای شستشو و خشک کردن لباس‌ها و ظروف مقدار قابل توجهی برق مصرف میکنن. استفاده از حالت یک و آب سرد میتونه به کاهش چشمگیر مصرف برق کمک کنه. فر برقی و سشوار با وجود زمان کار کوتاه، برق زیادی میبلند و قهرمان مصرف هستند. این وسایل به دلیل تولید حرارت بالا در مدت زمان کم نیاز به توان الکتریکی بسیار زیادی دارند. به عنوان مثال، یک فر برقی در هر بار پخت میتونه به اندازه یک کولر روشن در نیم ساعت برق مصرف کنه. با استفاده از حالت اکل، پایین آوردن دمای وسایل و کشیدن دو شاخه از برق، میتونی قبضت رو نصف کنی. این راهکارهای ساده و عملی میتونن تأثیر چشمگیری در کاهش هزینه‌های برق شما داشته باشن. همچنین بررسی برچسب انرژی وسایل هنگام خرید و انتخاب مدل‌های کم مصرف در گامی مهم در جهت صرفه جویی است. خب حالا نوبت تویه. به نظرت کدوم وسیله توی خونت بیشتر برق میخوره؟ با رعایت این نکات ساده، نه تنها در هزینه‌های خود صرفه جویی می‌کنید، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک خواهید کرد. نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.